وقتی شاه اسماعیل صفوی جوان جسور و بیباک وارد تبریز شد، رستم بیک حاکم آذربایجان حتی لحظه‌ای برای مقاومت درنگ نکرد، پا به فرار گذاشت و گریخت و اینگونه بخش بزرگی از آذربایجان به دست شاه اسماعیل افتاد. اما هنوز همه امرای آقایونلو تسلیم نشده بودند. در گوشه و کنار آذربایجان برخی از آنان همچنان بر مسند قدرت بودند. یکی از این امرا امیرزاده الوند آقایونلو بود. وقتی خبر فتح تبریز توسط شاه اسماعیل به گوشش رسید، انگار زمین زیر پایش لرزید. باورش نمیشد که پسری نوجوان آمده و پایتخت را تصرف کرده. الوند که سخت از این اتفاق برآشفته بود، تصمیم گرفت تا تاج و تخت آقایونلو را پس بگیرد. او دست به کار شد، لشکری گرد آورد، اما سربازانش نه از سر ایمان بلکه برای طلا و نقره به میدان می آمدند. یک ارتش مزدور 20,000 نفری. اما غافل از اینکه شاه اسماعیل نابغه‌ای در جنگ و سیاست بود. او از مدت‌ها پیش جاسوسانی در دربار امرای آقایونلو داشت و پیش از آنکه الوند بتواند ضربه‌ای بزند از نیتش آگاه شد و حالا وقت پیش دستی بود. شاه اسماعیل با 7,000 تن از سربازان وفادارش به سوی میدان جنگ شتافت. او حتی برادر کوچکش ابراهیم را نیز همراه برد تا اگر در میدان نبرد شهید شد، سپاه بی فرمانده نماند. و این تفاوت شاه اسماعیل با بسیاری از پادشاهان بود. او خود در میدان می جنگید، بارها زخم خورده بود، اما عقب نمی نشست. سپاه اسماعیل به دشت چخور رسید. شبی را در آنجا اردو زدند و پس از اقامه نماز صبح و صرف صبحانه‌ای مختصر خود را برای نبرد آماده کردند. اما پیش از آن که شمشیر از نیام بکشند، شاه دستور داد که شاهنامه بخوانند و چه چیزی روحیه بخشتر از حماسه رستم. صدای مرشد در اردوگاه طنین انداخت: هر آن دم که چاچی به زه در کشم، ستاره فرو ریزد از ترکشم. به آورد رزمی کنم با سپاه، که خون ریزد از ابر آوردگاه. سربازان با شنیدن این ابیات خونشان به جوش آمد، دلیرتر، پرشورتر و آماده نبردی که سرنوشتشان را رقم میزد. اما آن سوی میدان الوند بیخبر از همه جا در خیالات خود غرق بود. او که برتری عددی چشمگیری داشت، گمان میکرد که حمله نخست را خود آغاز خواهد کرد، اما اشتباه میکرد. سپاهش بیخبر و بدون آرایش جنگی در اردوگاه خوابیده بود، غافل از اینکه شاه اسماعیل همچون صاعقه‌ای در شب قصد یورش دارد. و ناگهان حمله آغاز شد. سواران شاه اسماعیل چون تندبادی سهمگین به قلب اردوگاه دشمن تاختند. آشفتگی و هرج و مرج اردوگاه را در بر گرفت. پیش از آنکه سربازان الوند بتوانند خود را منظم کنند، حملات بعدی آغاز شد. سپاه اسماعیل از 3 جناح هجوم آورد. تنها جناح راست سپاه الوند که متشکل از سربازان کهنه‌کار فوج گوکچای بودند، موفق شد آرایش جنگی بگیرد. اما حتی اینان نیز در برابر موج سهمگین حمله تاب نیاوردند و در نهایت الوند که شکست را در یک قدمی خود میدید، چاره‌ای جز فرار نداشت. او عقب نشست و با او آخرین امیدهای آقایونلو نیز رنگ باخت. جناح راست سپاهش که هنوز مقاومت میکرد، با دیدن عقب نشینی فرماندهشان یکی پس از دیگری تسلیم شدند و اینگونه شاه اسماعیل با سپاهی کوچکتر اما روحیه شکست ناپذیر بار دیگر پیروز میدان شد. آذربایجان دیگر در دست صفویان بود و شاه اسماعیل پادشاهی که سرنوشت ایران را دگرگون میکرد.